فرشته من کیست؟ از نظر اختربینی هنگامی که به دنیا میایم یک فرشته تعیین میشه تا از ما محافظت کنه. فروردین ساموئل شهامت و قدرت، اردیبهشت آنائل ثبات مادی و معنوی، خرداد رافائل سلامت جسمی و روح، تیر جبرئیل تصمیمات درست، مرداد میکائیل صبر و رهبری، شهریور رافائل قدرت هوش و عمل، مهر هانیل ارتباط ما رو قوی میکنه، آبان اسرائیل شخصیت و عزم راسخ، آذر ساموئل عشق و آزادی، دی کاسیل مسئولیت و نظم، بهمن یوریل خوشنامی و نظم و اسفند اسرائیل تعادل ما رو بیشتر میکنه. اگر این پست رو دوست داشتی اون رو لایک کن.